ما کسی نیستیم. سلیمان میگفتش که چون که ملک و مال را از دل براند، همه رو داشت ولی اینا دلبستگی نداشت. مسئله این نیست که ما در عرفان بگیم آقا دنیا رو رها کن. دنیا رو رها نکن، دلبستگی تو متوجه عالم برتری بکن، دنیا رو برخوردار میشی. اصلا کسانی از دنیا برخوردار میشن که دلبستگی ندارن. اونا که دلبستگی دارن ما خونجگر بخورن. گفتش که قرة العینت چو آب و گل بود، وقتی که تو نور چشمت همین آب و گله، خونجگر حقوق تو بیا مایی $100,000 خونجگر بگیر. قرة العینت چو آب و گل بود، راتبه این قره درد دل بود. یا درد دل و خونجگر تعبیر بگیر. و میبینیم که دارن تعبیر میگیرن آدم ها. پس اگر که گفتن که دنیا رو رها کنین، منظور حب دنیاست. حب دنیا رأس کل خط است. دنیا که مخلوق خداست. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. مشکل دنیای امروز اینه که حضور الهی درش نیست. حضور الهی که نیست یعنی لطف نیست، یعنی محبت نیست، یعنی مراعات احوال دیگران نیست، یعنی رحم و شفقت نیست. چون اون اوصاف جمیل که له الاسماء الحسنا اون نیست.